اونم یه NX 200 بخرید قبل اینکه این ویدیو رو دیدید. کنار فرمون 7 دکمه آپشن هست که خلاصه میشن توی دوربین 360 درجه، دفلاک، رادار تصادف، اتولایت، رادار نقطه کور و رادار معکوس. صفحه کیلومتر ماشین که این مانیتور هم وسط اون کار شده، تمامی داشبورد ماشین هم چرمه که باعث صدای کمتر میشه. شما یک مانیتور لمسی نمیگیرید، به جاش موس برای کنترلش دارید. مانیتور 7 اینچی گرمکن و سردکن، صندلی‌های جلو، یک ساعت آنالوگ و 14 تا اسپیکر مارک لوینسن برای سیستم مالتی میدیا این ماشین. این دکمه هم با یک بار چرخوندنش مود اسپورت و با 2 بار چرخوندنش مود اسپورت پلاس فعال میشه. داخل کنسول هم یه شارژر وایرلس داریم که گوشیتون داخلش جا نمیشه، به همراه 2 تا پورت USB و یه پورت AUX. داخل داشبورد هم فضای قابل قبولی داره. چراغ‌های بالای سر هم لمسی هستن. دو تا دکمه داخل صندوق عقب هست که کنار فرمون هم هستن و این کارو میکنن. صندلی‌های عقب هم به صورت برقی تنظیم میشن. صندوق عقب هم به صورت برقی بازو بسته میشه. این ماشین یک موتور 4 سیلندر 2000 توربو شارژ داره که 235 از قدرت و 350 نیوتن متر کش‌آور رو به ماشین میده.